قراره ببینیم این اسپری فیکس کالیته ارزش خرید داره یا نه. پس بزن بریم. خب دوستان من حالا رفتم این پوشش مشخصاتش نوشته بود تو انگلیسی هستش، رفتم ترجمه کردم خوندم فلان اینا و متوجه شدم که این مرد کننده هستش، پوست اصلا خوش نمیکنه، برای پوستای معمولی تا حساس هستش و خب خیلی طولانی هم مثلا روش. خب اولا از نظر پکیجینگش من بهش 10 از 10 میدم. خب بریم امتحانش کنیم و ببینیم که واقعا روشو واقعا نگه میداره یا نه. که این از پکیجینگ خود اسپری 96% هم مواد ترکیبات طبیعی ازش استفاده شده. حالا بریم. خب دوستان اول از همه اینم بگم که خیلی حجم زیادی هستش، 250 میلی هستش. امتحانش کنیم که معلومه من آرایش کردم، فقط زیر چشمم پودر فیکس زدم، ولی پودر فیکس ندادم، بعد فیکس نکردم. خب بریم امتحانش کنیم و ببینیم چطوریه. خب بریم. خب بذارم خوش بشه بعدش بیام. خب دوستان من قشنگ گذاشتم خوش بشه با باد بزنش که تونستم خوشش کردم. و یه نکته مثبت که در این اسپری فیکس بهتون بگم، اصلا پوست من خوش نکرد، چون خیلی پوست خوشی دارم، اصلا پوست من خوش نشد، خیلی هم حالت عادی شده، مقدار آبرسانی تر شده پوستم. و اینم ببین که الان من نمیتونم مثلا بهتون بگم خیلی خوبه یا نه، الان باید امتحانش کنیم. حالا با چند تا چیزی که دارم میام امتحان میکنم ببینم واقعا فیکس کرده آرایشمون یا نه. خب بچه‌ها اول مرحلهش آبه که ببینیم مثلا مقاوم در آب هست یا نه. بریم میکنم آب رو پوستم و بعدش میام. خب بچه‌ها من قشنگ خودمو خیس کردم که ببینید تاثیر داره یا نه. خب با یه دونه دستمال کاغذی اینجوری که می‌بینید قشنگ روی پوستم. خب دوستان جو که می‌بینید خیلی کم پس داده، مثلا من این بغل اینجا بینیم کشیدم، مثلا حالش من نزدم، حواسم نبوده، ولی خب به نظر من خیلی خوب جواب داده و خب واقعا هم هیچی از پوستم واقعا در نمیاد. من کل یعنی صورتمو قشنگ کشیدم. خب دوستان خیلی من این اسپری فیکس رو دوست داشتم و بخوام بهش نمره بدم 9.5 از 10 بهش میدم. خیلی خوب بود، حجمش خیلی خوبه و بهتون پیشنهاد می‌کنم که اینو بخرین. اگر از این جور سبک ویدیوها دوست دارین ممنون میشم پیجمو فالو کنین.